سلام به همه بانوان عزیز. ویدیوی امروز در مورد 10 تا از مهمترین رازهای بهداشتی است که هر خانمی باید بداند. رازهایی که هر کسی در موردش صحبت نمی کند، اما رعایتش از خیلی مشکلات مثل عفونت، بوی بد بدن و حتی تغییرات هورمونی جلوگیری می کند. پس تا آخر ویدیو همراه باش. لایک، سابسکرایب رو هم فراموش نکن. اول بهداشت ناحیه تناسلی. بسیاری از خانم‌ها فکر می‌کنند باید ناحیه تناسلی خود را همیشه با شوینده‌های قوی شستشو کنند، اما واقعیت این است که ناحیه واژن خودش سیستم پاک‌کنندگی طبیعی دارد. استفاده زیاد از صابون و یا انواع ژل‌های عطری باعث خشکی و تغییر pH میشه و احتمال عفونت بالا میبرد. فقط با آب گرم یا شوینده ملایم مخصوص بانوان کافی است. دوم، در دوران پیریود هر 4 تا 6 ساعت تبدیل پد. بسیاری از خانم‌ها به خاطر مشغله‌های روزمره تعویض پد را فراموش می‌کنند و یا دیر به دیر عوض می‌کنند. این کار باعث به وجود آمدن یک محیط گرم و مرطوب می‌شود که البته باکتریاها عاشقش هستند. همین باعث بوی بد یا عفونت قارچی و ایجاد سوزش و خارش می‌شود. حتی اگر جریان خون کم باشه، باز هم باید 4 تا 6 ساعت بعد پد را عوض کنی. سوم، آبرسانی بدن خانم‌ها به آب بیشتری نیاز دارد، چون با چرخه قاعدگی بخشی از مواد معدنی از دست میره. کم آبی میتونه باعث خشکی پوست، بوی بدن و حتی تغییر در ترشحات شود. روزانه حداقل 2 لیتر آب باید بنوشی. چهارم، لباس زیر نخی. استفاده از لباس زیرهایی که تکه پلاستیکی دارند باعث تجمع رطوبت و گرما و رشد باکتری می شود. لباس زیر باید نخی و سبک باشد و هر روز هم عوض شود. پنجم، خوابیدن بدون لباس زیر. پوست هم مثل بقیه بدن نیاز به نفس کشیدن دارد. اگر شبها بدون لباس زیر بخوابی، احتمال عفونت خیلی کمتر می شود. ششم، تغذیه درست، بوی بدن کمتر. آیا می دانستی غذاهایی مثل سیر، پیاز و یا فست فودها بوی ترشحات را تغییر می دهند؟ و در مقابل میوه‌هایی مثل آناناس، سیب و ماست طبیعی کمک می کند بوی بدن طبیعی باشد. هفتم، استرس دشمن بهداشت است. هورمون کورتیزول وقتی زیاد میشه، تعادل هورمون‌های زنانه را به هم میزند و همین باعث تأخیر پیریود، تعریق زیاد و ترشحات غیرعادی میشود. یوگا، پیاده‌روی و یا حتی چند دقیقه تنفس عمیق در روز کمک زیادی میتواند بکند. هشتم، استفاده از خوشبو کننده‌های مخصوص بانوان. بعضی از اسپری ها و ژل ها ظاهر زیبایی دارند، اما ترکیبات الکلی یا عطریشان باعث سوختن پوست می شود. اگر می خواهی از محصولی استفاده کنی، حتما pH بالانسد و بدون الکل باشد. نهم، به بدن خودت گوش بده. ترشحات غیرعادی، خارش، سوزش یا بوی ماهی مانند علامت هشدار بدنت است. چیزایی نیست که باید صبر کنیم تا خود به خود خوب شود. اگر این علائم را داشتی، حتما با پزشک مشورت کن. و دهم، عشق به خودت پایه اصلی بهداشت است. خانمی که خودش را دوست دارد ناخودآگاه مراقب تر است. بهداشت یعنی احترام به بدن و آرامش درونی. در نهایت یادت باشه، مراقبت از بدن فقط یک عادت روزمره نیست، یک احترام است به خودت و به زن بودنت. تا ویدیوی بعدی با عشق از خودت مراقبت کن. لایک و سابسکرایب را هم فراموش نکن.